این یک واسطه است که دوستی خلق‌های جمع میکند. قرغزا که همه خلق رفت آمد ما بود. علمی خریداری ما کمتر کاهش یافت. من بسیار دوستای نزدیک دارم قرغزستان. کار ایجادی این یگان خیلی سرحد ندارد. پیش از امین ساختن اسباب‌های موسیقی من این میبل می ساختم و های من کامپیوتر نیست که نزد شما باز من همین خودم ساختگی همین به زیاده از 15 تا شاگرد تیار کردگی من هم مکتب صنعت و مکتب موسیقی درس میدم بعد ساعتی کاری وقتام بیکار نمیگذارم همین کار که مشغول شده هم این برای من درآمد اضافی میشد برای پیشروی زندگیم این یاردم کلام من بود. من همین مزاج‌ها هستن از ما آمده خریده میبرند. من چه که گفتم 7 سال 8 سال پیش ما همینجا خریدارا هم آمده من به نوبت میزدن که همین وقت من به ساخته میتونیم این وقت من بسازم ما همه های زکاتشان قبول کرده ساخته میدادیم. لکن بعدی او که یک کم چیزی سبب شده جنگ شد از همون حساب علمی خریدار ما کمتر کاهش یافت. من از سال 2005 سر کرده ما تا 2020 ما همچون و سیخی میبل سازی ما بود. اولی آن من همه میبل اولش تا آخرش ساخته من خانه ها خودم ساختگی دستی مهنتی خودم از سال 19-20 ما من کسبی و دوتار سازی و روباب و من تنبور و همه خلاقای یاد گرفته آمدم مدرکم با همون کسب و دوام داده ایستادیم. من دوام یک سال به 4-5 تا 6 عدد اسباب میسازم. من این یک تا ربابی که من میسازم اگر همه چیزش تیار باشد 1.5 ماه کمش وقت میگیرد. اگر اولی همون درختی که ما از مزاجان خریده میبینیم حساب کنید از 1.5 سال تا 2 ساله دوام می‌یابد. چون تا اینو می‌بیاریم می‌بریم خشک می‌کنیم یک وقتایی معین میشه که ما بریم بردن مادر کار یک وقتایی معین میشه جای تاریک با ماندن مادر کار که و این نکفت برای همین یک تا اسباب اگر تاریخش اثرش گرده 1.5 سال 2 سال حاضر اگر به سویت همتون می‌کنیم این کم خیلی پیش آینه شده کار کرده هستیم روشنایی هست. لیکن با بعضی کارهایی که ما همین سویت در کار میشد ما همین وقت کمتر عذاب میکشیم. ما و در وقتش که سالهای پیش دیگه مرزا تینج بدگینده قرغزا که همه خلق رفت آمد ما بود من اونجا کار به میرفتیم و های اینجا میامدم من اپشتی و من بسیار قرغزا که شناس حالی هم من تلفن بعضی تلفن میکنن من خودم بازار به ساخته گیران میرفتم اینا درزنده امی طرفی تگاب و غیر قاش به من بازار ارقه میگویه برخته میامدم بارمای تیار کردگیه. من بسیار دوستای نزدیک دارم قرغزستان. دوست دفعه همون زنکای بازاری و دیدم کن باید ما تسلی داده میمانه. کمتر بالا روید یک تا راهی کلان هست و یک طرفش قرغزستان. اما قرغزستان به هم تاجیک هم زندگی میکنن ازبک هم زندگی میکنن قرغزای هم هستن. مابین ما و قرغزستان به 2 تا 3 تا تویخانه بود. ما بعضی توی ها مایه رفته انم رستوران‌های و ها توی خانه‌های و ها میگذراندیم یا بعضی وقت میشد که و ها اومده توی خانه ما انتخاب میکردن معقول میشد اومده تویشان اینجا میگذراندن چون رسم و آیین ما یخل دسترخوان ما یخل
خیلی که همون توی معرکه‌های ما می‌ذاره انیواه هم خیلی این قرقیزهای هم ها لازمشون هم خیلی یعنی ما باید گذاشتن تریتوری قرقیز مزاری ما طرف قرقیزستان ما به ملال نمی‌ذاریم قرقیزستان ما یگان خیلی پرتنز نمی‌کنن ما بین خلق و یگان خیلی نافهمی نیست من اونجا همین سری کوچبر گذاشته باشه یک چند مغازهای کلام بودن یا زپرافکه ها یا همین خیلی ما رفته انیواه ها زپرافک میکردیم و هم از بازار ما خرید میکردیم ما رفته مغازه و ها چیز میخریدیم این همین خیلی بود پیش حاضر یکم کمتر نافهمی ما بین همین تاجیکستان و قرقیزستان شدگی همین به کمتر هم رفته آمده ما حاضر یک محدودیت هست بازار ما و ها اساسا همین کارشان تاجیکا که بود و ها دختر شوهر بتینن پسراشان کلی کنن فقط همین جوانای ما بود هر یک تا خواننده همین محصولی مهنتی ما های قرقیزستاننده اسباب من ساختی نه برای تاجیکستان نه برای قرقیزستان نه برای ازبکستان این یک واسطه است که دوستی خلق‌های جمع میکند کار ایجادی این یگان خیلی سرحد ندارد من همین واهای از من شبکه‌های و اجتماعی دیدگی شوندگی همین و همین خیلی سرحد کیم چند کیلومتری باقی مانده کیلومتری کم من باور میکنم که همین به نزدیکی حلی خودش میآورد ما با پیشتر با این خلق قرقیز و تاجیک رفت آمده ما دوام میتیم این با علاقه ما با این تاجیک و قرقیز خیلی که پیش بود همین خیلی امیدوارم که همین خیلی میشد باوری دارم